ملاقات گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد با روزنامه‌نگاران زندانی عبدالله غربتی و دلیری امامعلی در سیزا. در سنت پتربورگ در یک روز دو فرزند نابالغ مهاجران تاجیک از سرمازدگی فوت دیدند. در تاجیکستان زمین لرزه به قید گرفته شد. قرقیزستان و روسیه درباره تولید صنعت میکروالکترونی یادداشت امضا کردند. میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق انسان، با هیئت همراهانش در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه با عبدالله غربتی و دلیری امامعلی، دو روزنامه‌نگار محکوم شده تاجیک، ملاقات کرده است. با اطلاع خبرگزاری از پلوس، این ملاقات هفته روان صورت گرفته. آنها از وضع سلامتی، بود و باش و مناسبت زندانبانان با روزنامه‌نگاران صحبت کرده اند. گفته می شود پگاه 9 دکتر در قرارگاه سازمان ملل متحد در دوشنبه نشست مطبوعاتی گزارشگری سازمان ملل متحد برگزار می شود و از جزئیات صحبت با این دو روزنامه‌نگار زندانی خانم لالار گزارش خواهد داد. با اطلاع منبع، آنها همچنین با پرونده 4 روزنامه‌نگار محکوم شده تاجیک شناس شده اند و انتظار می رود که امروز با چند از دادرس و دادستان‌های تاجیک ملاقات کرده پگاه 9 دکتر از نتیجه صحبت خود با ژورنالیستان گزارش دهند. دلیری امامعلی و عبدالله غربتی خواستند که هر دو در یک حجره نگهداری شوند. گفته می شود که حالا دلیری امامعلی همراه زوقبک سید امینی، روزنامه‌نگار دیگر زندانی تاجیک، در یک حجره نگهداری می شوند. همین طریق دلیری امامعلی و هم عبدالله غربتی گفتند که گناه ندارند، بازداشت و حبس آنها به فعالیت روزنامه‌نگاری ربط دارد و حکم دادگاه را نسبتشان اعتراف نمی کنند. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد 28 نوامبر به تاجیکستان آمده بود و تا 9 دکتر در کشور خواهد بود. این سفر در پس منظر تنقیدها از محدود شدن آزادی‌ها در تاجیکستان صورت می‌گیرد. میری لالار از نتیجه سفر خود به تاجیکستان ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش خواهد داد. در سنت پتربورگ در یک روز دو فرزند نابالغ مهاجران تاجیک از سرمازدگی فوت دیدند. بنا به گزارش خبرگزاری 78 نقطه رو که با استناد به مقامات انتظامی اطلاع داده است، در یک خانواده زادگان تاجیکستان که در سنت پتربورگ زندگی می‌کرده اند، یک کودک 3 ساله به هلاکت رسیده است. کودک در خانه خیابان پیسکاریوسکی ناحیه کراسنوگواردیسکی جان داده است. در جسد کودک علامت‌های بیرونی زورآوری مشاهده نشده است. گفته می شود نابالغ در قلمرو فدراسیون روسیه ثبت نام نشده است. تفتیشات معلوم کرده است که هنوز 5 دکتر تب کودک بلند می شود، می سلفد و آب بینیش می ریزد. پدر و مادرش به طبیب مراجعت نکرده، تنها با داروهای از داروخانه خریده شده او را در خانه طبابت کرده اند. پدر این پسر بچه، جوان 26 ساله تاجیک، هرچند پتنتی کاری داشته است اما به طور غیر رسمی به حیث کوریر کار می کرده است. مادری 23 ساله اش باشد، قیدی بود و باش نداشته است و در یگان جا کار نمی کرده است. در دوام 24 ساعت آخر بجز این باز یک کودک 5 ماهه مهاجر تاجیک در کوچه کوموناروی ناحیه کراسنوسیلسکی سنت پتربورگ در خانه شخصی رقم 35 از سرمازدگی فوت دیده است. در همین حال هیچ یکی از اعضای عائله این کودک رسما در قلمرو فدراسیون روسیه به قید گرفته نشده اند. والدان کودک شهروندان تاجیکستان به پزشکان زنگ زده اند. برابری به جای حادثه رسیدن، طبیبان معلوم کردند که نابالغ قبل از آمدن آنها جان داده است. به اطلاع خبرگزاری 78 نقطه رو از عائله‌ای که در آن کودک 3 ماهه وفات کرده بود، مقامات سرپرستی کودک ارگانی اپیک 4 کودک را گرفته مادرش را به بازداشتگاه برده اند. در یکی از ناحیه ولایت مختار کوهستان بدخشان در تاجیکستان زمین لرزه به قید گرفته شد. در این باره خبرگزاری رپورت با استناد به مرکز جمهوری مانیتورینگ پیشگویی سیسمیکی وزارت حالتهای اضطراری ازبکستان خبر می‌دهد. به گفته زلزله شناسان، زمین لرزه در مختصات 37 از 158 درجه ارض شمالی و 71 از 182 درجه طول شرقی رخ داده است. این ناحیه شغلانی ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزدیکی برسیم و نزدیکی ناحیه جلال الدین بلخی می باشد.
قوه زمین جنبی را قریب 6 بال حساب کردند. چخوری زلزله در مسافه 180 کیلومتر جای گرفته است. کمیته حالتهای اضطراری و دفاع شهروندی تاجیکستان تا حال پیامدهای احتمالی را مشخص نکرده است. یادآور می‌شویم که تاجیکستان در قطار کشورهای همسایه ازبکستان، افغانستان، قرقیزستان و قزاقستان بر روی خط منطقه‌های از جهت سیسمیکی فعال شامل شده است. روزی پنجشنبه در بشکک میان قرقیزستان و روسیه یک یادداشت درباره همکاری در تولید مواد برای صنعت میکروالکترونیکی به امضا رسید. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت اقتصاد و سودای قرقیزستان خبر داده است. گفته می شود هدف یادداشت همکاری متقابلا سودمند جانبها در تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه میکروالکترونیک از جمله بنیاد اقتدارهای استحصالی برای نیازهای صنعتی الکترونیکی و تجهیزات تکنولوژی مربوطه می باشد. بنا به اطلاع منبع، این سند در چهارچوب کنفرانس علمی عملی همکاری‌های علمی و تکنیکی همچون زمینه رشد اتحاد اقتصادی اوراسیا در شرایط چالش‌های نوی اقتصادی، تمایل‌ها و دورنمای رشد در بشکک به امضا رسیده است. کارشناسان میگویند روسیه کوشش دارد کارخانه‌های استحصالی‌اش را که دچار تحریم شده اند به کشورهای آسیای میانه موقتاً کوچاند و توسط این کشورها تحریم را دور زند.